ممرز ایس دلم پره تو چی میفهمی هیچی، هر جا هم میرم بازم حال نمیده هیچی، هی میگم بازم هیچی به هیچی، کلا ناامیدم اینجوری نیست کی، عجب روزا میگذرن در کل، حال نمیده حتی دود حتی الکل، رو نمیدم با هم بپره هر خول، هر کی هم باشه میگم شات آپ یو اسهول، چرا هیچ وقت یه را باز نشد، روی زحمت تامون یه سپاس نخورد، چرا هیچ وقت یه فرکانس نخورد، همش بد بیاری روی ما تک شد، چرا همه یه سگ دو در جاست، چرا پیشرفت نداشتیم توی هر راه، چرا هیچکی نمیفهمه حرفات، میزنه تو برجا حتی خانواده هر بار، چرا هیچکی نی هر کی هم میاد در جا هم میخواد آره بدجوری بکات، این چه وضع هرچی پیش میاد، مشکلات جای کم هی میشه زیاد، زیر تو میگیره هی میشی بیمار، خاکت میکنه میشی از هرچی بیزار، این زندگی چی کار کرده با ما شدیم بیکار و بیار، اب نداره حمایت نکردید قضاوت نکنید حسادت میکنید شفاعت نکنید غفلید تو جهالت عبادت نکنید تو زندگی هیچ کسی دخالت نکنید حمایت نکردید قضاوت نکنید حسادت میکنید شفاعت نکنید غفلید تو جهالت عبادت نکنید تو زندگی هیچ کسی دخالت نکنید. شاید دلم میخواد مستقل شم یا یکی باشه که باش متحد شم، شاید میخوام بچم بهم بگه بابا چرا خرجا بالاست چیکار کنیم آقا، چرا میگیم بکن تولید جمعیت وقتی شما یا کرونا قصتون کمیت، چرا مخارج و اجاره ها بالاست مگه نمیگفتید مفتی میشه هرچی هست، شاید اماجی اشتباه از ماست که پول نداریم بخوریم حتی نون ماست، بابا شرمنده است لنگ پول برگاز بچه نمیفهمه میشه دهنش باز، شاید همه قفلیم تو ماتریکس فقط باید کار کنیم چرا هیچکی شاد نیست، چرا همه میگن یکی دیگه شاکیست ما نفهمیدیم مسئول این کارا کیست، شاید هم باید خودکشی کنیم اون یکی دنیای شاید زندگی جاریست، فیل و قله حتی اسباله شدن سرباز زیر میکشه جای شاه خالی.